ایران افشاری که به شاهنشاهی افشاری نیز مشهور است، یک شاهنشاهی ایرانی پایه‌گذاری شده توسط نادرشاه از ایل ترک تبار افشار بود که در میانه سده 18 میلادی بین سالهای 1736 تا 1796 بر سرزمین ایران فرمان روایی کرد. این دودمان در سال 1736 میلادی به دست نادر و با کشتن دومین شاه هوتکی اشرف افغان و سپس خلع شاه عباس سوم از پادشاهی بنیان نهاده شد. در عهد پادشاهی نادرشاه ایران به پهناورترین گسترش از زمان سرنگونی شاهنشاهی ساسانی رسید. نادرشاه بر تمامی یا بخش‌هایی از کشورهای کنونی ایران، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، بحرین، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، عراق، کویت، ترکیه، امارات متحده عربی و عمان تسلط داشت. با مرگ او شاهنشاهی وی به سرعت از هم فرو پاشید و سپس میان دودمان زند، درانی‌ها، خانات قفقاز و خانات کلات تقسیم شد. هنگامی که تنها بخش‌هایی از خراسان تحت پادشاهی بازماندگان نادرشاه باقی ماند، در نهایت در سال 1796 میلادی آقا محمد خان قاجار با چیرگی بر خراسان و از بین بردن یکی از بازماندگان نادر به نام شاهرخ شاه دوباره ایران را یکپارچه کرد و دودمان قاجار را بر ایران چیره ساخت. نام سلسله افشار از نام ایل افشار، یکی از قبایل ترکمن در شمال شرقی ایران، گرفته شده است. ایل افشار اوایل سده 17 میلادی توسط شاه عباس یکم صفوی و در برابر دفاع از مرزها در برابر ازبک‌ها از آذربایجان به مناطق شمال شرقی کوچانده شده بودند. هرگاه حکومت مرکزی در ایران رو به زوال می نهاد و روزگار ملوک و طوایفی می رسید، رهبری نیرومند از عشایر از فرصت بهره می جست و نفوذ خیش را گسترش می داد و با حمله به راه‌های بازرگانی یا تأمین امنیتشان قدرت خیش را می افزود. او بایست نهایتاً آن اندازه سرباز، سلاح، پول و وفاداری و کسانی که امنیتشان را تأمین کرده بود به دست آورد تا بتواند با بازماندگان حکومت پیشین به مبارزه برخیزد و موفق شود. او میبایست منافع را فراگروهی و فراعشایری میدید و آنها را تأمین و محکم میکرد. نادر از سال 1139 دقیقاً چنین کرده بود و به عنوان طهماسب قلی خان اقداماتش مشروعیت داده شد و در دوره پاکسازی ایران از دشمنان حکومت صفوی از جانب اکثریت ایرانیان حمایت میشد. او تلاش بسیاری کرد تا مانع اختلال خلع طهماسب در مقوله مشروعیت شود. او کوشید تا نشان دهد که نسبت به این مشروعیت بی احترامی نمی کند. عزل طهماسب به خاطر اثبات این موضوع بود که حفظ مشروعیت بهای بسیار سنگینی دارد. عباس سوم به عنوان نماد مشروعیت چندان ارزشمند نبود و توانایی ایستادگی در برابر نادر را نداشت. نادرشاه افشار که بنیانگذار دودمان افشاری است، در روز 16 مرداد 1067 در دستگرد به دنیا آمد. او در 10 سالگی سوارکاری توانا بود و می توانست به تیراندازی، زوبین افکنی و شکار بپردازد. هنوز به 18 سالگی نرسیده بود که همراه با مادرش در یکی از یورش‌های ازبک‌های خوارزم به اسارت آنها درآمد. پس از مدت کوتاهی از اسارت گریخته به خراسان برگشت و به عنوان تفنگچی در خدمت حاکم ابیورد بود. او پس از مدتی به سمت ایشک آقاسیباشی در دربار کوچک بابا علی ترقی می کند. از مهمترین دلاوری‌های نادر در نزد بابا علی در جنگ با ترکمانان
به سرکردگی شخصی به نام محمد علی روباه بود که سرانجام ترکمانان را شکست خوردند و 1500 نفر از افراد محمد علی روباه اسیر می شوند. بابا علی پس از این نبرد با ازدواج با مادر بیوه نادر روابط خود را با او تحکیم بخشید و نادر با ازدواج با دختر بابا علی روابط خود را با او نزدیکتر کرد. نتیجه نخست ازدواج نادر با دختر بابا علی رضاقلی میرزا بود. همسر نادر پس از 5 سال درگذشت. پس از درگذشت او نادر با خواهر او ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب 2 فرزند به نامهای مرتضی و امام قلی شد. در این هنگام افغانهای قلزایی به رهبری میروزخان افغان در قندهار شورش کردند. مقارن شورش افغانها در قندهار، افغانهای ابدالی که دشمنی دیرینه‌ای با قلزایی ها داشتند نیز شورش و هرات را تصرف کردند. بابا علی نیز در جنگ با ابدالی ها کشته شد. پس از بابا علی فرزندش قربان علی به قدرت رسید، اما به دلیل بیماری های قدرت را به نادر واگذار کرد. نادر نیز در زمان قربان علی به رویارویی ترکمانان رفت و آن را قلع و قمع کرد. پس از بازگشت برادر همسرش قربان علی درگذشت. جسد قربان علی جهت تدفین به مشهد برده شد. در این هنگام از اصفهان به عنوان فرمانده و حسین علی خان به عنوان حاکم به سوی درگز روانه شدند. حمله شیرغازی خان حاکم خیوه که نقشه سرکوبی ابدالی ها را به هم ریخته بود ابتدا توسط صفی قلی خان و نادر دفع شد، اما ابدالی ها که سرسخت و را انگیزتر از ازبک ها بودند قزلباش ها را در کافرالقلعه شکست دادند. پس از مرگ میروز پسرش محمود افغان قدرت را در 2 دست گرفت و علیه حکومت مرکزی یاغی شد و از راه کویر اصفهان را تصرف کرد. با سقوط اصفهان و قتل شاه سلطان حسین پسر او به نام شاه طهماسب دوم صفوی که از اصفهان به قزوین گریخته بود خود را پادشاه ایران خواند. سپس از آنجا به سوی آذربایجان رفت تا با ابراهیم پاشا حاکم عثمانی مقابله کند که شکست می‌خورد. پس از این شکست شاه طهماسب که تمامی درها را به روی خود بسته دید به سوی مازندران و استرآباد حرکت کرد. در همین حین فرستاده‌ای به نام اسماعیل بیگ به سنت پترزبورگ فرستاد. او در یک پیمان موسوم پیمان سنت پترزبورگ تمامی صفحات شمالی ایران را به امپراتوری روسیه واگذار کرد، اما این پیمان هیچگاه توسط شاه تایید نشد. پس از حمله محمود افغان به اصفهان شخصی به نام ملک سلطان محمود سیستانی در سیستان و سبزوار ادعای سلطنت کرد. مشهد نیز به دست یکی از اوباش شهر به نام حاجی محمد افتاد، اما به زودی توسط افراد ملک محمود دستگیر و کشته شد. پس از تصرف مشهد سران قبایل خراسان از جمله نادر نزد ملک محمود افغان اظهار اطاعت کردند. سرانجام به نام ملک محمود در آن سال سکه ضرب شد، ولی نادر و طهماسب حاکم ناحیه آبگرم در این هنگام از اطاعت ملک محمود روی برفتاردند و یاغی شدند و کلات را از نیروهای ملک محمود باز پس گرفتند. سپس با کمک مالی شیرغازی خان خیوه‌ای توانستند فرماندهان ملک محمود مانند آشورخان بابالو و جعفرخان شازلو را شکست دهند. 2 اتفاق در این جنگ با نادر با ملک محمود سبب تقویت نیروهای او شد. یکی این که در این زمان شاه طهماسب که آوازه نادر را در گرگان شنیده بود فرمان جمع‌آوری سپاه را به فتحعلی خان قاجار سپرد و دومی ترکمانان خواهان کمک نادر در برابر ترکمانهای یموت و گوگلان بودند. نادر پس از استحکام موقعیتش در مرو در میان ایل
توانست مشهد را با کمک نیروهای شاه طهماسب دوم به تصرف درآورد. پس از تسخیر مشهد، اختلاف میان نادر که پس از تصرف مشهد به او لقب طهماسب قلی خان داده بودند و فتحعلی خان بالا گرفت. نادر با زیرکی اتهام همکاری فتحعلی خان با ملک محمود را به شاه گزارش داد. بدین طریق توانست از شر فتحعلی خان رها شود. بدین ترتیب فتحعلی خان در 14 صفر 1139 به قتل رسید. دومین مشکل نادر نیز افغانها بودند که توانست آنها را در مهمان دوست شکست دهد. پس از عقب راندن افغانها، طهماسب فرمان ایالت خراسان، کرمان و مازندران را به نادر داد و همچنین دو خواهرش را به ازدواج بر او درآورد. پس از غلبه نادر بر افغانها در دشت زرقان، طهماسب خان جلایر را با 12,000 نیرو برای تنبیه مدعیان فارس و بندرهای جنوب به گرمسیرات و لار فرستاد. نتیجه این لشکرکشی گرفتن 300,000 تومان بود که 100,000 تومان به رسم پیشکش به نزد شاه فرستاده شد. در این هنگام نادر از عثمانی‌ها خواست تا سرزمین ایران را ترک کنند. نادر پس از گشت و گذار در جنوب غرب ایران، کرمانشاه، نهاوند و ملایر را از دست عثمانی‌ها خارج کرد. پس از آن تبریز و ارومیه را به تصرف قوای ایران درآمد. پس از ترک هرات توسط نادر، قبایل ابدالی به رهبری ذوالفقار خان شورش کرده و حاکم منصوب نادر، اللهیار خان قلزایی را از آنها راندند. اهمال ابراهیم خان برادر نادر در مواجه شدن با افغانها سبب تصرف مشهد به دست افغانها شد. پس از بازگشت نادر از غرب، پس از محاصره 1 ساله توانست شهر هرات را به تصرف خود درآورد. نادر پس از بازگشت از هرات به بازسازی آرامگاه امام رضا پرداخت. در غیاب نادر، شاه طهماسب دوم فرصت را برای ابراز وجود خود غنیمت شمرد و برای بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی غرب ایران به سوی تبریز حرکت کرد، ولی به دلیل اینکه از تجربه واقعی برای کارگردانی در میدان جنگ بهره‌مند نبود و همچنین کمبود تدارک آذوقه کافی در ایروان از نیروهای عثمانی شکست خورد. پیروزی عثمانی‌ها در ایروان منجر به اشغال ایالت غربی ایران به دست آنها شد. طهماسب پس از شکست ابتدا به سوی همدان و سپس اصفهان عقب نشینی کرد. شهر به مناسبت ورود شاه چراغانی شده بود. بساط عیش و عشرت شاه فرصتی را برای تأدی احکام و سپاهیان به توده مردم فراهم کرد. نادر از شکست شاه طهماسب برای تحریک احساسات و تهجیه مردم علیه او استفاده کرد. در این هنگام نیز نادر عهدنامه ای را با روس‌ها در رشت امضا کرد که بر اساس این عهدنامه روس‌ها از ادعای خود نسبت به آستارا و رشت دست برداشتند و ایران به روس‌ها اجازه داد تا شهرهای شمالی رودکر را آزادسازی ایروان در اختیار داشته باشند. سرانجام نادر برای مقابله با عثمانی‌ها از خراسان حرکت کرد و در قم توقف نمود. شاه از ترس خود در اصفهان ماند و نادر را همراهی نکرد. نادر با شکایت اطرافیان شاه را خود به سوی اصفهان کج کرد. او در 17 ربیع الاول 1145 طهماسب را از سلطنت عزل و کودک شیرخواره او را با عنوان عباس سوم جانشین او کرد و خود به نادر به عنوان نایب السلطنه زمامدار واقعی ایران شد. نادر پس از خلع شاه طهماسب دوم برای جنگ با عثمانی‌ها ابتدا عازم کرکوک شد و پس از رسیدن نیروهای آذربایجان به او بغداد را به محاصره گرفت. نادر قریب 1 سال بغداد را در محاصره داشت و با این قحطی که در میان مردم آنجا افتاد، احمد پاشا دلیرانه مقاومت کرد. عاقبت سلطان عثمانی توپال عثمانی پاشا را با سپاهی 100,000 نفری به مدد احمد پاشا فرستاد. با آمدن قوای تازه نفس توپال عثمان پاشا
سپاهیان ایران عقب نشینی کرده و به کرمانشاه رفتند. بدین ترتیب محاصره بغداد در سال 1146 بی نتیجه به پایان رسید. نادر پس از اینکه شورش محمدخان بلوچ را سرکوب کرد، از اصفهان به سوی آذربایجان رفت. در اردبیل او متوجه شد که عثمانی‌ها از پیمان صلح او با احمد پاشا ناراضی هستند و عبدالله پاشا حاکم عثمانی مصر را با اختیار جنگ و صلح به همراه سپاهی به ایران فرستادند. نادر بدون درنگ از اردبیل به سمت شروان که تحت سلطه سرخای خانلکزی دست نشانده سلطان عثمانی بود تاخت و در 25 ربیع الاول 1147 از رود کر گذشته و به شهر شماخی وارد شد. سرخای فرار کرد و از عثمانی‌های تفلیس و گنجه کمک خواست. نادر طهماسب خان جلایر را به تعقیب سرخای فرستاد و سرخای پس از چند شکست به سرزمین چرکس گریخت و نادر در داغستان نیز تصرف کرد. نادر پس از آسوده شدن خیالش از داغستان به سمت گنجه رفت و صفی خان بقایری را هم برای محاصره فرستاد. نادر به کمک سفیر روس و مهندسینی که به دعوت او از باکو آمدند محاصره را شدت داد. روس‌ها به دلیل دخالت خان کریمه در روسیه در بهار سال 1148 در گنجه عهدنامه اتحادی بر ضد عثمانی با ایران بستند. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. این قسمت ادامه دارد.